هر یک از شما باید پیش از رسیدن اجل و در هنگام فراغت و پیش از گرفتاری و تا هنگامی که نفس می‌کشد، پیش از آن که گلویش را بفشارند دست به کار شود و باید برای خود و جایی که گام خواهد نهاد زمین سازی کند و باید از خانه‌ای که از آن کوچ می‌کند برای خانه‌ای که در آن می‌ماند توشه اندوزد. خدای را ای مردم شما را درباره کتابش که به شما سپرده و حقوقش که نزدتان به ودیعت نهاده سفارش می‌کنم. خداوند پاکا که اوست شما را بیهوده نیافریده و شما را به خودتان وا نگذاشته و در نادانی و نابینایی وا ننهاده است. خوب و بد کردارهایتان را روشن کرده و از کارهایتان آگاه است و سرنوشت هر یک را برنگاشته و قرآن را که روشنگر هر چیز است بر شما فرو فرستاده است. پس بازمانده روزهای زندگیتان را دریابید و در آنها خود را شکیبا گردانید که این روزها در برابر روزهای بسیاری که در آنها غفلت ورزیده و از پذیرش اندرز رو گردانده اید اندک است. بر نفس خود آسان نگیرید به گونه‌ای که این آسان گیری شما را به راه ستمبارگان افکند و با نفس خیش سازشکاری نورزید به گونه‌ای که این سازشکاری شما را به گناه کشاند. پس به کجا می‌روید و چگونه از حق بازتان می‌گردانند؟ با آنکه نشانه‌ها بر پا و آیات روشن و چراغ‌های راهنما برجاست.